یکی از خاورشناساست میگه ما اروپایی ها و مسیحی ها اگر تا سال 2000 به حقایق این قرآن پی ببریم از خوشبختترین افراد روی زمین هستیم. حقایقشو میخوان، مسائل علمیش، اما از نظر ایمانی قبولش نمیکنن. خیلی عجیبه. صحبت من و هدف من از آغاز صحبت با این مقدمه چیه؟ این که برادرای مسلمان و خواهرایی که صدای من میشنوید به قانون خداوندی که برای ما گذاشته افتخار بکنید. در این فرهنگ ما، فرهنگ غنی ما، همه مسائلی که برای یک زندگی آبرومندانه در دنیا و آخرت و سعادت و خوشبختی لازمه نهفته است. ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. پیامبر صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌فرمایند که ای امت من شما را بر راه و روشی روشن درخشان رها کردم و رفتم، راهی که شبش مثل روزشه. اصلا راه خدا و راه اسلام و راه قرآن شب نداره، یعنی تاریکی نداره، همش روشناییه. برای یک نفر شبه، اون کسی که چشمشو ببنده. درسته الان خورشید داره میتابه، هوام روشنه، اگر من چشمم نبندم تو چاله نمیفتم. پس با وجود روشنایی باید چشمتم باز کنید، یا باید تاریک باشه چشمت باز باشه تو چاله بیفتی، یا باید روشن باشه چشمت ببندی تو چاله بیفتی. اگه هوا روشن باشه چشمتم باز باشه تو چاله نمیفتی. خوب میفهمی چه دارم میگم؟ افتخار به قانون اسلامی، به فرهنگ اسلامی. سبحان الله، در میان امت اسلام چیز با ارزشی که خودشون دارن اونقدر بی ارزش کردن و چیزی بی ارزش اونقدر با ارزش کردن که یک جوان مسلمان وقتی نماز میخونه خجالت میکشه به رفیقش بگی میخوام برم مسجد. وقتی ریش میداره از خودش شرمنده است، همه نگاه من دارن میکنن. اگر جوانی داره نماز شب میخونه مادرش بهش میگه پسرم دیوانه شده. مادری بوده که آمده شکایت دختر و پسرش کرده پیش علما، این پسر من شب روز داره نماز میخونه، گنو بودی، دیوانه شده. سبحان الله. چطوری ما رو نسبت به ارزش‌های والای اسلامیمون اینطوری بی‌رغبت کردن، کمرنگ کردن، چطوری پوچگرایی و بی‌ارزشی و بی‌بندوباری رو اینقدر جلوه دادن که اینقدر با دیده احترام بهش نگاه میکنیم. این مصداق حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، جای گله نیست، آخر الزمانه. میگه در آخر الزمان روز به روزش بدتره، فتنه هایی میاد مثل اجماعاً صلوات، مثل تاریکی شب. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. مرد مسلمان و زن مسلمان صبح با طلوع آفتاب مسلمانه، به غروب نمیرسه کافر میشه، تغییر دین میده. امروزه غروب مسلمانه، به صبح نمیرسه، تو دل شب تو تلویزیون تو ویدیو چه مشاهده میکنه، به صبح نمیرسه کافر میشه والعیاذ بالله. نماز عشا خوانده با جماعت، مسلمان بوده، رفته خونه، رفته تو مراسم عروسی، رفته یه جایی یه چیزی نشونش دادن، دیدن فکرش عوض شد، دم صبح نکشید کافر شد. یبیع دینه و عرضه بعرض من الدنیا. دین و ناموس و آبروش میفروشه به چیز بی ارزش و پشیزی از دنیا. این علامات قیامت. گفته در آخر زمان روزی میرسه که یک زن محجبه با حجاب ازش مسخره میکنن، همونطوری که از یک زن فاحشه و رسبی و زناکار مسخره میکنن. اما امروزه بدتر شده، از زن زناکار و رقاصه و مغنیه و آوازخوان مسخره نمیکنن. حتی بارها شده که یک دختر سر عروسی بی شرم و حیا رقصیده،
همه زنهای مسلمان براش کف زدن. به به عجب رقصی کردی. این رقص چه اسم داره؟ رقص کجاییه؟ از کجا یاد گرفتی؟ همینجور. یک پیرزنی در یکی از مناطق سر عروسی مخنث میارن برای رقصیدن. از بس که این مخنث رقصهای جوراجور میرقصه و اونهایی که از دین و ایمان بهره‌ای نداشتن شیفته خودش میکنه. بعد یک پیرزن تو جمع بلند میشه با همین پررویی میگه که صلوات رسول فرستی، عجب رقصی ماشاءالله، صلوات رسول بفرستید. برای رقص یک مخنث دست پشت کمرش میزنه، آفرین عجب رقصی. حالا برو حافظ قرآن بشو اگه کسی بهت گفت آفرین. از ماست که بر ماست. ما از دست دشمن گله نمی کنیم. آمریکا فلان کار کرد، اسرائیل فلان کار کرد، فلان کار کرد. نه، این همه بلایی که از سر دوست بر سر دوست از دست دوست میرسه. باور بکنید که برادر خواهرشو معتاد کرده، باور بکنید که مرد زنشو قلیونی کرده و زن دخترشو قلیونی کرده. مرد تو خونه قلیون میکشه، حوصله نداره قلیون چاق بکنه، آب قلیون پر بکنه فلان و به دود بیاره. به زنش میگه زن مهمون آمده، خودم میخوام قلیون بکشم، برو قلیون آبش کوک بکن، تنباکوشم چیل آب بده بذار، به دودش هم بیار، بعد بیا تو بکشم. وقتی زن مسلمان روزی سه بار قلیون چاق بکنه به دودش هم بیاره، خودش قلیونی میشه. زن مسلمان هم حوصله نداره به دخترش دستور میده، تو سبکتری برو قلیون چاق بکن. اینطوری قلیونی میکنه. نفس بر نی زنم قلیون دهد دود، که تنباکو ندارد مایه و سود. کسان گفتن که تنباکو طبیب کس نباشد آتش و دود. کاری ندارن، اینطوری خودمون رو بدبخت میکنیم به دست خودمون، دانسته و ندانسته، خواسته و ناخواسته. به یک زن مسلمان سر عروسی میگن وقت نماز برو وضو بگیر، با پررویی بر میگرده میگه آرایش صورتم خراب میشه. من رفتم آرایشگاه 5000 تومان دادم، موی سرم و مش زدم، حال دادم، آرایشش خراب میشه. خدا غفور و رحیم، بعد میخونم، شب میخونم. برادر بزرگوارمون که خطبه ایراد فرمودن درباره شخصیت عمر صحبت کردن، عمر فاروق رضی الله عنه. کسی که وقتی اسمش برده میشه دل دوست و دشمن میلرزه. دوست از احترامی که نسبت به این شخصیت قائله میلرزه و خدماتش یادش میاد، و دشمن از هیبت و عزت و شدت اون میلرزه. 1400 ساله که شهید شده، زیر خاک خوابیده و دفن شده، هنوز خیلی ها از اسمش میترسن. بزرگترین خدمت به ما ایرانی ها کرد در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه توسط سعد بن ابی وقاص. این سوغاتی خداوند، دین خدا و آیین خدا و دستور خدا و نظام خداوندی وارد ایران زمین شد. حضرت عمر کی به خلافت رسید؟ حضرت ابوبکر 2 سال و 6 ماه یا 4 ماه، همین کم و بیش، خلافت کرد. با سن 63 سالگی از دنیا رفت. بعد از ابوبکر، یعنی بعد از 2 سال و 4-5 ماه 6 ماه، حضرت عمر جانشین شد بر اساس شورا. در 2 جنگ قادسیه و نهاوند دولت فرس رو به زانو گذاشت، توسط افرادی پابرهنه و شکر بودن آمده بودن از دجله و فرات، همینجور شناکنان رد شدن. وقتی سعد بن ابی وقاص با لشکر اسلام به دجله و فرات رسید، دجله و فرات میخروشید. دعا کرد، نه قایقی نه کشتی. اون طرف دجله و فرات مدائن بود، پایتخت یزگرد سوم، آخرین پادشاه فرس و ایران زمین.
رستم هم فرمانده کل ارتش بود، هرمزان و دیگر شخصیت های بزرگم بودن. حضرت سعد بن ابی وقاص خطاب به دجله و فرات: اینها لشکران رسول خدا هستند، سربازان رسول خدا هستند، برای نصرت دین خدا میخوان از تو عبور بکنن، آرام باش تا ما از تو عبور بکنیم. مثل این که دجله گوش داره، تعقل داره. صحابه با سعد از دجله عبور کردن بدون اینکه یک نفر غرق بشه، انگار که رو خشکی دارن میرن. یزدگرد از مدائن فرار کرد، آخر کشته شد. در قادسیه و نهاوند دو جنگ عظیم که لشکر فرس 200,000 نفر 150,000 نفر بود، فیلهای عظیم الجثه مثل تانکها در جلو لشکر حرکت داده بودند و لشکر فرس پشت این فیلها خودشونو قایم کرده بودند. این فیل همینطور می آمد رو صحابه و از پشتم تیراندازی می کردن، تا اینکه توسط یکی از خود سربازان دولت فرس که مسلمان شده بود گفت این فیلها شما رو له میکنه، یک نفر فقط تیرانداز ماهری پیدا بکنید بزنه تو چشم یکی از این فیلها، فیل رم میکنه برمیگرده سربازای خودشون رو له میکنه. همین کارم کردن. سبحان الله. توسط خودشون نابود کرد خداوند. همیشه دعا میکنیم اللهم اشغل الظالمین بظالمین وجعلنا من بین ایدیهم سالمین. ظالمین رو به ظالمین مشغول بکن و ما را از همه طرف در امان قرار بده. میگن در انگلیس و از کشورهای اروپایی زمانی موش زیاد شد، خیلی موش زیاد شد. یکی از دوستان تعریف میکرد موش زیاد شد که به اصلا خیلی وحشتناک بسته شدن، هر کاری کردن نتونستن جلوی رشد موش بگیرن، تا اینکه دانشمندان نشستن گفتن هیچ راهی نیست مگر اینکه تعدادی از همین موشها بگیریم، از خود موشهای بزرگشون بگیریم زنده تو انبار زندانی بکنیم، 2-3 روز بهشون غذا ندیم تا گرسنه بشن. وقتی گرسنه شدن تعدادی از همین موشها رو شکار بکنیم بندازیم جلو خود موشهای گرسنه تا بخورنشون. و همین کار کردن، تعدادی از موش رو گرسنه کردن، بعد تعدادی از همین موشها شکار کردن انداختن جلو موشها، شروع کردن از گرسنگی به خوردن موش. خود موش داره موش میخوره. بعد که دیدن این طریقه و این روش نتیجه داد، حالا اون موشای زندانی گرسنه رو رها کردن تو جامعه، هرچی موش بود در دست به یک ماه پاک کردن. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. اگر ظالمین با ظالمین مشغول نباشن امت اسلام نمیتونه نفس راحت بکشه. دعا مستجاب میشه، همیشه مستجاب میشه، به شرطی که لیاقت دعا کردن داشته باشی. بله سروران من، حضرت سعد بن ابی وقاص به فرماندهی سعد بن ابی وقاص اسلام در صدر اسلام در زمان خلافت حضرت عمر کل ایران زمین رو در بر گرفت. از این منطقه آمد، از خوزستان، از این طرف. میگن وقتی وارد دسول شدن زن و مرد و لخت کردن جلو سربازا، فهمیدن که مسلمان ها شرم و حیا دارن، از لختی بدشون میاد، همه عقب رفتن. خبر به عمر رسید که این کار کردن، گفت یا برید همه را از لب شمشیر بگذرونه یا خودم آمدم، اینا شیطانن. و نهایتا ایران تسلیم شد و از برکت زحمت اون بزرگوار امروز ما مسلمونیم. خدا جزای خیرش بده. امروز ما نماز داریم، امروز ما انقلاب اسلامی داریم، همون تحولاتی که در صدر اسلام توسط اون بزرگوار امروز ما ثمرش میبینیم. شخصیت عظیمی بوده. صحبت کردن در مقابل باره چنین شخصیتی نیاز به وقت زیادی داره. من فقط به دعای پیغمبر و مختصر سبب اسلام عمر رضی الله عنه اشاره می کنم و بعد به جواب سوالای دیشب تا بالاخره وقت کم نیاریم، چون این سوالها هم خیلی با ارزشه و خیلی مفیده، به دردتون میخوره. روزی حضرت عمر خسته شده بود رضی الله عنه، شمشیر کشیده بود، کوچه های مکه چشمش مثل خون شده بود، رگهای گردنش ورم کرده بود، شمشیر رو کشیده بود، دنبال محمد صلی الله علیه وسلم در به در میگشت که سرش رو از تن جدا بکنه. در مسیر راه که میرفت
یک دفعه یک نفر باش ملاقات کرد، گفت عمر با این عصبانیت شمشیر رو از غلاف بیرون کشیدی کجا میری؟ گفت میخوام برم سر محمد رو بزنم تا جامعه ما از شرش راحت باشه. از شرش راحت باشه، از خیرش. میشه از خیر راحت شد. هر کسی خودشو از خیر راحت بکنه جز شر چیز دیگه نیست، و هر کسی خودشو از شر راحت بکنه همش خیره. نهایتا اون شخص بهش گفت آروم باش، میخوام یه چیزی رو بگم. اول برو این ننگو از خانواده خودت پاک بکن، بعد برو سر محمد بزن. گفت چی میگی؟ گفت همین که گفتم. خواهرت فاطمه بنت الخطاب و شوهرش هر دوتا مسلمان شدن و بر دین همین کسن که تو میخوای سرش بدنی. خواهرت فاطمه بنت الخطاب و شوهرش الان هم تو خونه هستن. یکی از یاران محمد صلی الله علیه وسلم به اونها دست قرآن میده. حالا اگه دروغ میگم برو نگاه بکن. عمر جا خورد، اش برخورد. خواهرم مسلمان باشه و عمر زنده باشه، این ننگ من تحمل نمی کنم. خدا مسیرشو عوض کرد. سبحان الله، خدا چه کار میکنه. این قلب انسان میان دو تا انگشتان خداوندی. قلوب العباد بین اصبعی من اصابع الله یقلبها کیف شاء. دعا بکنید عزیزان من، شب برای جوانان دعا کنید و خدا دلشون بچرخونه و حب ایمان و نور ایمان در دلشون خدا پرت بکنه. صبح بلند بشن، عوض بشن، راه خدا رو در پیش بگیرن. علما، پدرها، مادرها، ملاها، امام جمعه ها، بزرگترها، همه دعا بکنید برای قشر جوان. تنها با سخنرانی کار پیش نمیره. علمای بزرگ اسلام روز با خلق خدا صحبت میکردن، شب با خالق این خلق و خالق دلهای عباد صحبت میکردن. روز سخنرانی، شب برای چرخش دل اونها با رب و مالک اون دلها که بر اون دلها حکومت میکنه و تسلط داره صحبت میکردن. اینطوری موفق میشدن. قبل از اینکه عمر شمشیر در بیاره، مردان قدرتمند قریش چند نفر بودن. یکی حمزه بود، یکی عمر بود، یکی عمرو بن هشام بود. عمرو بن هشام میدونی کیه؟ ابو جهل. اینها بزرگان قریش بودند. حضرت عمر قبل از اسلامش در جاهلیت سفیر قریش به خارج بود. شخصیت بزرگی بود. قبل از اسلام و بعد از اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بود دعا کرد. عمر خبر نداره. عمر توطئه چینه برای نابودی این شخصیتی در تاریخی شب برای اون داره دعا میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دستش بلند کرد، گفت اللهم اعز الاسلام به احد العمرین، عمر بن الخطاب و عمرو بن هشام. خدایا اسلام و عزت ببخش، قوت ببخش با اسلام آوردن یکی از این دوتا. هر کدوم مسلمان بشن برای اسلام خیلی عظیمه و خیلی پیروزیه. این قدرتمندن در اون جامعه. بعضی از مورخین میگن در دعا که میکرد اول اسم عمر بن الخطاب به زبانش آمد. تا به زبانش آمد اصلی قبول شد. دومی لیاقت نداشت، بی بهره موند. هر دو دشمن، یکی دوست شد یکی پستر شد و دشمن تر شد. نهایتا هنوز عمر نداره، دعا بالای هر آسمان اجابت شده برای عمر، اما عمر خبر نداره، شمشیر رو در آورده. تو کوچه های مکه کجا این محمد رو پیدا بکنم سرش بزنم؟ باشه. خبر نداری که پشت پرده چه چیزی صورت گرفته. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. هنگامی که رفت به خانه خواهرش با اون عصبانیت عمریش زد دسته شمشیر به در، احساس کردن که این در عادی نیست. حالا که نگاه کردن از تو لابلا و شکاف در، دیدن که عمر با اون خشم و غضب شمشیرش هم در آورده. حالا معلم کجا قایم بکنن؟ فاطمه کجا بره؟ شوهرش کجا بره؟ معلم قایم کردن، یه گوشی در رو باز کردن. خواهرش خیلی شهامت داشت، فاطمه بنت الخطاب، فاطمه دختر خطاب، خواهر عمر. قبل از اینکه در رو باز بکنه، از تو لای در صدای قرآن و صوت آیات خداوندی
که اون معلم یاد اون دوتا میداد، از لابلای در رفت و گوش کرد. این شمشیر دستش بود، نه خبر نداشت که در گوشش دیره تا صوت حق نشنوه. عرب بود، اهل بلاغت بود، فصاحت بودن. این آیه آنچنان از گوشش رفت این قلبش رو اسیر کرد و از بس که خشم داشت خبرش نبود. آیه رفت تو گوشش کارشو کرد ولی هنوز خشم داره. در باز شد، با همون عصبانیت زد تو پیشانه خواهرش، خون فواره زد تا خون دید نرم شد. وقتی نرم شد به خواهرش گفت فاطمه چی میخوندید شما وقتی من پشت در بودم؟ یه چیزی میخوندید، کلام عادی نبود، کلام عجیب و غریبی بود، معجزه آفرین بود، روح و روان منو به هم زد، فکر و اندیشه منو در هم کوبید. اون کلام چه بود؟ فاطمه خواهرش با شهامت گفت اون کلام رب العالمین بود، آیات قرآنی بود. گفت به من بدید تا بخونم. عمری که میخواد سر محمد بزنه گفت برادر تو نجسی، مشرکی، ممکن نیست. عمر دیوانه شده. الان آیات کارشو کرد. آیات کفار قریش این بود، وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تلاوت میکرد به همدیگه میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، این قرآن گوش ندید که شما رو دیوانه میکنه. وقتی قرآن خوانده میشه دستتون تو گوشتون بکنی، والغوا فیه، سر صدا بکنی تا نشنوی، وگرنه وارد گوشتون که شد کار تمومه. اما عمر دست شمشیر بود، عصبانی هم، حواسش به گوشش نبود که در گوشش بگیره. خدا وقتی میخواد کاری رو انجام بده شمشیر گرفته گوشش آورده. اسلام هجوم کرد دلش که اون محل استراتژی تسخیر کرد. یه دستمال اگه میشه اجماع یک صلوات بزنید. گفت اگر این آیات رو میخوای برو خونه غسل بزن، اگه واقعا دنبالشی برو غسل بزن، لباس تمیز پوش، آدرس بهت میدم اونجایی که مستقیم نازل میشه، برو به مخزنش، محل نزولش، از دهان اولین شخص برو بشنو. رسول خدا گفت آدرسش کجاست؟ کجاست محمد صلی الله علیه وسلم؟ گفت در خانه ارقم ابن ابی الارقم. اونجا یه خانه هست، مخفیانه دور هم جمع شدن با یارانش، دارن قرآن تلاوت میکنن و قرآن رو تشریح میکنن. عمر دیوانه‌وار غصه زد، شمشیر رو تو خلاف کرد، شمشیری که در آورده بود، گامه‌های با عجله و عجولانه و شتاب بستری تا در خانه ارقم در زد، تق تق. یکی از صحابه از تو سوراخ در نگاه کرد، گفت ای رسول خدا عمره. عمر خیلی حیرت داشت، عمر حضرت حمزه بود یا علی بود، یکی از این دوتا بود. گفتن ای رسول خدا در باز بکنید. عمر باشه، اگر دنبال خیر آمده اهلا و سهلا، اگر دنبال شر آمده من و شمشیرم تکه تکش میکنم. در باز شد، عمر آمد داخل. عمر قدش خیلی بلند بود، آمد جلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاد. رسول الله قدرتش 40 مرد فلاندش داده شده بود، اینطوری زد حقه عمر گرفت، خوابوندش روی زمین، زانو زد. گفت عمر برای چی آمدی اینجا؟ دنبال چی کاری آمدی اینجا؟ چیزی برای تو نیست، دنبال چی کاری آمدی؟ دید که عمر دست و پاش داره میلرزه، اون عمر دیگه نیست. حضرت عمر جواب داد آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. آمدم که اسلامم رو اعلام کنم. اینجا بود که اون جمعی که تو خانه بود آنچنان تکبیری گفت که صدای تکبیرشون کنار کعبه شنیدن مشرکین و فهمیدن که یک رخداد عظیمی رخ داده امروز خانه ارقم. عمر ایستاد گفت رسول خدا ما به حق نیستیم؟ السنا علی حق؟ گفت بله. گفت اگر بر حقیم پس چرا خودمون رو قایم کردیم؟ گفت پس چه کار بکنیم؟ گفت دو صف، یه صف من یه صف حمزه، از همینجا الله اکبر میریم کعبه رو طواف میکنیم جلو چشم دشمنان و قریش. اینجا بوده که با این شهامتش لقب فاروق رو گرفت، لقب الفاروق رو گرفت و شد فاروق این امت و شد امیر المؤمنین و شد خلیفت المسلمین و کسی که آیات قرآنی طبق رأیش نازل میشد انسان ملهم بوده.
دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و وقتی میخواست هجرت بکنه همه هجرت مخفیانه میکردن. این رفت پیش کعبه ایستاد گفت ای معشر قریش، هر کسی میخواد که زنش بیوه بشه، بچهش یتیم بشه و خانوادهش عزادار بشه، من فردا ساعت مثلا 9 میخوام حرکت بکنم به سوی مدینه، بیاد دنبال من. هر کسی میخواد زنش بیوه بشه، دختر و پسرش یتیم بشه، خانوادهش عزادار بشه، بیاد بالا من. اگه راست میگه اینطوری هجرت کرد. خدا عرش راضی باشه در مقابل این همه خدمت‌هایی به اسلام و مسلمی کرده. زندگی نامه عمر ممکن نیست کسی متحول نباشه مگر منافق. این جریان تولدش در اسلام، جریان شهادتش هم بگم بعد جواب سوالها. شخصی به اسم فیروز ابو لؤلؤ مجوسی بود، در مدینه تظاهر به اسلام کرده بود. یه روزی جایی کار میکرد، کارگری میکرد، شکایت اون بالاخره کسی که پیشش کار میکرد کرد و گفت به من کم میده و این چیزا. بالاخره آمد پیش عمر یک قضاوتی کرد، بعد به دل گرفت. به تظاهر اسلام بود، به ظاهر اسلام بود، اما در باطنش همینجور به خون امیر مومنین نشسته بود رضی الله عنه. تا دید که چه در صف نماز ایستاد، آمد چه خنجر رو از پشت وارد کرد. خنجری که دو لب داشت، خنجر دو لبه زهرآلود کرده بود، از دو طرف میتونست بزنه، نه خنجر که یک طرف داشته باشه یه لب. وقتی حضرت عمر رو از پشت شهید کرد، در محراب فرار کرد، آمد تو صف، 7-8 نفر دیگه همجور میخواستن بگیرنش، زد و آخر یه نفر پتوش انداخت و نهایتا خودش هم کشت. و حضرت عمر رضی الله عنه سوال کرد کسی که به من خنجر زده چه کسی بوده؟ گفتن فیروز ابو لؤلؤ زرتشتی مجوسی اهل فارس. گفت الحمدلله که یک مسلمان به من خنجر نزد، الحمدلله که این خنجر از دست یک برادر مسلمان نبود. نهایتا چه؟ فهمید که این خنجر شهادته. پسرش عبدالله گفت بیا بابا پیش من، از طرف من قاصد برو پیش ام المؤمنین عایشه دختر ابی بکر همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، سلام من به مادرم برسان، ام المؤمنین مادر تمام مؤمنین، برو سلام به بیبی عایشه برسان، بگو امیر المؤمنین عمر خنجر خورده و احساس میکنه این خنجر شهادت و خداوندی با دنیاست، شاید بیش از یک روز 2 روز دوام نکنه. سلام بر تو میرسنه ای مادر و اجازه میخواد اگر تو لطفی در حق من بکنید من کنار رسول خدا حبیبم صلی الله علیه و سلم و کنار دوست و بزرگوارم پدرت ابوبکر صدیق تو حجره تو دفن بشم. اینجا سهم توست، ملک توست، مال توست، یکی شوهرته یکی پدرته، برای خودت انتخاب کردی، حجره خودته که اگر تو کردی همونجا کنار بابات و شوهرت بخوابی. اما من نامحرمم، من در تو سلام میرسه، بابای من میگه اگر تو اجازه بدی من احتمال داره 1 روز 2 روز دیگه بیشتر نمونم، بیام همونجا کنار رسول خدا و بابای تو دفن بشم، اجازه هست؟ حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها گریه کرد، گفت برو بر بابا سلام رسول امیر المؤمنین، بگو من از حقم تنازل کردم برای تو اینجا بیا دفن بشو، من تو بقیع قبرستان بقیع دفن خواهم شد. این حقش داد به عمر و عمر در کنار دوست و یاره عزیز و محبوبش هر وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم از در وارد میشد از در خارج میشد میگفت خرجت انا و ابوبکر و عمر، اسم این 2 نفر از یادش و از زبانش نمیافتاد. آخر این عمر در زندگیش، در اسلامش، در زندگیش، در خلافتش و در شهادتش و در دفنش هم عجیب بوده. ممکن نیست مسلمان ضعیفی زندگی عمر بخونه دلش آب نشه. علما و مفکرین میگن هر کسی دلش سنگه بره زندگی عمر بخونه که دلش آب میشه و واقعا هم اینطوریه. نهایتا ام المؤمنین عایشه در قبرستان بقیع دفن شد و هر کسی که به مدینه منوره شرفیاب میشه اونجا یک حجره هست، یک سوراخی هست، یک سوراخ بزرگه، اونجا مقابل قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم میسته، با ادب سلام میکنه. بعد قدم اون طرفتر یک وجب از کتف رسول الله پایینتر قبر ابوبکر صدیق، اونجا هم سلام میکنه. بعد یک قدم اون طرفتر قبر عمر فاروق، اونجا هم عرض ادب و سلام میکنه. بعد از در خارج میشه طرف قبرستان بقیع.
برادران این منطقه، واقعا خدا امروز به ما داده، از دیشب باران رحمت همینجور بر دل ما میباره. من تا صبح نخوابیدم، همون نشستم گفتم خدایا در این آخر زمان این همه شور و شوق برای دیندار شدن چه سریه؟ اصلا تو کی هستی که این طوری بر دل بندگان تو حکومت میکنی؟ غوغایی بود. خود ما هم مثل شب 14 همینجور پر شده بود، داشت میدرخشید. از هر طرف نگاه کردی همه باد آشنا بودن، حتی دیوار، کوچه، برکه آب، درخت، همه آشنا بودن. دیشب احساس میکردی که همه دوست داشتنی هم. یه عزیزی به من یادداشت داره که تو دیشب میخواستی درباره درخت خرما صحبت بکنی، بله فراموش کردم. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردن، یک تنه درخت نخلی بود، روش می ایستادن خطبه ایراد میکردن تا صحابه رو ببینن. بعد تعداد صحابه زیاد شد و جمعیت زیاد شد، اونهایی که آخر نشسته بودن نمیدیدن. بعضی از صحابه پیشنهاد دادن یک منبر پله‌ای برای خودت درست بکن که درج داشته باشه، برو رو پله دوم سوم بیست تا صحابه تو ببینن و حرفت بیشتر به گوش برسه، بلندتر باشه. این پیشنهاد خوشش آمد، دستور داد یک پله از چوب، یک منبری از چوب دارای چند تا پله باشه برای خطبه آماده کردن برای هفته بعد. هنگامی که پای مبارکش روی یک پله اول و دوم منبر گذاشت و رو به مردم سلام علیکم و رحمت الله گفت، صدای آه و گریه و ناله در مسجد شد. همه چیز احساس داره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و الارض و ما فی الارض. همه دارن تسبیح خدا میگن، همه دارن تعظیم خدا میگن با لسان قال و حال. این کوه نشانه هیبت خداست، باران نشانه رحمت خداست. اگه قدرش ندونستی نشانه ختم خداست. آسمان بین عظمت، همش مسخر برای این انسان، همش جلوه قدرت خداونده، همش الطاف خداوندیه. بله سروران من، زندگی شیرین میشه زمانی که ایمان در زندگی ما باشه. زندگی ما سعادتمند میشه، آبرومند میشه، پربرکت میشه زمانی که خدا در جمع ما باشه، در دل ما باشه، در قلب خانواده ما باشه. در حدیثی وارد شده اگر دو برادر مسلمان در تجارت با هم شریک بشن، انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدهما صاحبه، من سومین شریکم با دو برادری که در تجارت شریک میشن، شریکشون میشن و خیر و برکت در مالشون و تجارتشون قرار میدن تا زمانی که یکی از اون دو برادر به هم دیگه قصد خیانت نداشته باشه. وقتی خیانت کرد، من خودم میکشم بیرون، خودشون وا میذارم و بدبخت میشن. خدا از زندگی من و تو بیرون بره یعنی یک چیز چو بی ارزش شدن، نه زمین تحویل میده نه آسمان. سروران من، مهم نیست که خودت تنها بیاری، خانوادت هم به خودت بیار، خواهرت، مادرت، دخترت، همسرت، اولادت. بعد از نماز عشا یک جلسه 5 دقیقه‌ای با آنها بگیر، درباره دین صحبت بکن. عجیبه اگر قرآن ورق بزنید، تمامی پیامبران وقتی اجلشون میرسید اولادشون رو جمع میکردن. ما تعبدون من بعدی، ای اولاد من، بعد از من چی کسی رو میپرستی؟ میخواستن تضمین بکنن این ما تو، ای اولاد من، بعد از من چی کسی رو میپرستی؟ حنیفا نعبد الهک و اله آبائک. ما ای پدر مطمئن باش، تو قبر پات براز بکن، با خیال راحت بخواب، ما دست از این راه نمیکشیم. نعبدو، خدای تو خدای آبا و اجداد تو میپرستیم، مطمئن با خیال راحت بمیر. اینطوری بزرگان میمردن، اینطوری وضو میگرفتن، قبل از مردنشون بچه هاشون رو جمع میکردن، وصیت میکردن، متأکد میشدن که اونها راه خدا دارن میرن. امروز چه شده؟ در روستاها و دهات شب که میشه مرد به زنش میگه زن برو نگاه بکن، هرچی گاو هست آمده بخونه، گوسفندا به خانه آمدن، مرغا سر جاشونه، خروسا هستن، ولی نمیگه زن محمد آمد خونه، ساعت 12 محمد کجاست، فاطمه کجاست، تو خونه هست یا نیست؟ ارزش یک گاو نداره. ولی گاو 200,000 تومان قیمت بشه.
اما اگر یک دختر یا پسر حافظ قرآن داشته باشی، روز قیامت یک تاج سر مادرش، یک تاج سر پدرش میذارن. اینها ارزش نیست؟ یک پسر حافظ قرآن یا دختر حافظ قرآن در کل خانواده شفاعت میکنه روز قیامت. یک پسر شهید در راه خدا در 70 نفر از خانواده شفاعت میکنه. یک پسری که در راه خدا فدا بکنی، قربانی بکنی، کی حاضره؟ مرد مسلمان برای تبلیغ دین میخواد از خانه خارج بشه، آقا زنش میاد در خانه، تو رو به خدا قسم کی برمیگردی؟ دیر نکن، زود بیا، ما تنهاییم تو خانه. شهر شلوغه. این چه دلسوزیه، این چه ضعف ایمانه. صحابه وقتی از خانه حرکت میکردن، زنش بهش میگفت شوهر عزیز کی ملاقات؟ میگفت در بهش ملاقات، خدا حافظ. کسی که در راه خدا میره دیگه برگشت. رو به خدا رفتن به این معنی نیست رو به خدا بری و پشت به خدا بکنی. رو به خدا به تمام وجود رو به خدا. زنهامون رو درست تربیت بکنیم، مادرمون رو درست تربیت بکنیم که اولادش رو قربانی دین خدا بکنه. بچه هامون رو طور تربیت بکنیم که وقتی تو کوچه و خیابان و تو محله میچرخه، مردم بگن بوی شهادت از این میاد. این پسر اینطور اگر تا آخر ادامه بده، بوی شهادت ازش میاد. یک قصه بگم خیلی تکان دهنده است. یک روزی جنگی در گرفت. یک جوانی از صحابه غایب بود در اون جنگ. بعد از این که در جنگ مسلمان ها پیروز شدن، اون جوان پیدا شد. رسول خدا غنیمت تقسیم میکرد صلی الله علیه وسلم، سهمیه غنیمت، مال جنگی که به غنیمت گرفته بودن. گفت اینم سهم این جوانی که در جنگ نبود، چون میفهمید عاشق جنگه، اگر بود حتما میآمد، عذری نداشت. گفت پسرم اینم سهم تو. جوان با تعجب نگاه کرد، گفت برای چه؟ گفت این سهم تو مال غنیمته. گفت ولی من نبودم. گفت عاشق بودی، اگر بودی میآمدی، این مال تو، بگیرش. ناراحت و گریان شد. بعد این جمله رو گفت ای رسول خدا، من با تو بر این سهم بیعت نکردم. خیلی تعجبه. گفت من وقتی روزی که دستم گذاشتم تو دست تو، گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، به خاطر این سهم نبود، این مال نبود، این غنیمت نبود. خیلی عجیبه. گفت پس بر چه بیعت کردی با من؟ بر چه سهمی میخواستی از من بگیری؟ گفت بیعت کردم با تو بر سهمی، سهم در لغت عرب به معنی تیرکمان. گفت بر سهمی که از کمان دشمن در بیاد، بخوره تو این رگ گردن، این طرف در بره، منو در این راه شهید بکنه. رسول الله به لرزه به بدنش افتاد که سبحان الله، چه جوانهایی با چه آرزوهایی، آرزوهاشو در آخرت میبینه و در رضای خدا میبینه، نه در این مزخرفات، لذتهای کاذب و زودگذر از دنیا و پوچ و بی‌ارزش که امروز جوانهای ما به یک موتورسیکلت رسیدن آرزوشه. دختر مسلمان به مشت علمگوی طلا و فلان و گربندن رسیدن آرزوشه. و زن مسلمان به یک فرش دستباف رسیدن آرزوشه. دکور آشپزخانه نمیدونم از جنس فلان بکنیم، کابینت آشپزخانه اینطوری باشه، ظرفای تو خونه همش کریستال باشه. اون آرزو نگاه بکن. من روزی که با تو بیعت کردم بر سهمی که از دشمن در بیاد، از کمانش تو رگ گردنم اینجا نگاه کن، اینجا بخوره، این طرف در بیاد، منو همینجور جوی کباب بکنه و در راه خدا شهید بشم. رسول الله جا خورد، برگشت، یک جمله بهش گفت، جوان عجیبی بود، خوب گوش بدی من دارم میگم. گفت ان تصدق الله یصدق، اگر واقعا اون چیزی که تو زبانت داره میگی تو دلت هم هست، خدا هم با تو راست میگه. اگر تو با خدا راست باشی، خدا هم با تو راست میگه و صادق میشه. ولش کن. گذشت، بعد از مدتی جنگی دوباره در گرفت. در اون جنگ که تموم شد، صحابه دویدن برای جمع‌آوری شهدا و مجروحین. وقتی در جمع شهدا میگشتن و در میدان جثمان شهدا رو بلند میکردن، رسیدن به یک شهادت عجیب و غریب و دلخراشی که واقعا میلرزوند اونها رو. رسیدن به یک جوان مسلمانی که تیرکمانی اینطوری از طرف راست گردنش داخل شده، این طرف خارج شده، تو زمین سیخش کرده و همونجور در خونش غلطیده و جان و تسلیم جان آفرین کرده.
دویدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیا که در میان صحابه و یاران تو یک جوونی با طرز فجیع و دلخراش شهید شده. لنگش دم کرد و دوید. حالا که آمد بالای سر اون جوان که همون جوانی که چندی قبل ازش چنین درخواستی کرده بود و چنین حرفی زده بود، بعد بالای سرش ایستاد این جمله رو گفت: هو این خودشه. صحابه نمیفهمیدن جریان چیه. هو صحابه گفتن هو یعنی چی؟ خودشه یعنی چی؟ گفت قصه این جوان درازه و شنیدنی و عجیبه. جریان این جوان از این قرار بوده، چند پیش اینطوری با من صحبت کرده. من بهش گفتم ان تصدق الله یصدقک، اگر تو با خدا صادق باشی خدا با تو صادقه. با خدا صادق بود، آرزو شهادت بود، صادق بود، همونطوری که خودش تعیین کرده بود. شهادت نه هر شهادتی که اینطوری باشه تو گردنم از این طرف در بیاد. به آرزوش رسید. بعد عبایی داشت، عباشو در آورد، گفت اینو بپیچید توی عبای من و دفنش بکنید. چی میگی؟ خداوند تکلیف به اندازه طاقته. حتی شهادت هم در ما طاقت هست. آدم تعجب میکنه در جوانای ما که گاه وقتی اگر مثلا الان گشنه مونه، سر ساعت یک اگر غذا گیرمون نمیاد شکم قلقل میکنه. از این طاقت گرسنگی نداریم، ولی همون جوان وقتی ایمان گم میکنه غذا نمیخواد. عزیزترین چیز چیه؟ وقتی مریض میشی برای نجات خودت حاضر میلیونها خرج بکنی تا این جان عزیزتو نجات بدی. اما وقتی بحث خدا و شهادت در راه خدا میشه، عزیزترین چیز راه خداست و راه خداست و زنده کردن سنت رسول خداست و احیای ایمان در دل بندگان خداست. حالا اگر که واقعا به خون من نیاز، این خون خیلی ارزش هدیه برای شما. اگر واقعا به کلام من نیاز، این کلام مال شما، چه ارزشی داره که تو در من تأثیر میکنه، من تو را رخیلی بکنم. وقتی برادر مسلمان و جامعه اسلامی نیاز به خون یک عالم داره، ماندن اون خون تو بدن اون عالم خیلی ظلم و بی ارزشه. وقتی جامعه اسلامی نیاز به یک مال یک تاجر داره، ماندنش تو بانک و حساب بانکیش خیلی ظلمه. هرچی بیشتر بمونه خیانت به امت اسلامه. دست چکاتون رو بردارید از امروز. اونهایی که دست دلشون بازه و خدا بهشون داده، به جای یک مسجد 1 میلیارد تومانی درست بکنن، 1000 تا دانشجو تحویل بگیر. من مسجد 1 میلیارد تومانی نمیخوایم. بعضی مساجد دارن درست میکنن 700 میلیون که چی باشه، هفته یک بار نماز توش میخونن. ما نمیخوایم مسجدی که 700 میلیون اونم 2000 متر زیر بنا باشه. نمیخواد آقا. این 1 میلیارد 700 میلیون 700 تا دانشجو ترم دانشجویی 1 سالش بده 2 سالش بده، یعنی تو 700 تا چه داری؟ 700 تا عالم و دانشمند و مهندس و دکتر مسلمان داری که میتونن بیشتر از 700 میلیون خدمت بکنن. شما باور بکنید مناره یک مسجد 20 میلیون تومان خوبه؟ چه فایده داره؟ مناره مسجد 20 میلیون. چند تا ما رفتن دانشگاه مناره سرش عجیبه. اون تاجر رو دست اون میذاره، حتی افتخار میکنه تو مسجد درست کردن. مال من باید سنگمرمر باشه، مال من باید ویکتوری باشه، من خودم تنها میدم. این که چه باشه؟ ما کمبود چیز دیگه داریم. اونایی دستشون واقعا میرسه همت بکنن، از این بعد هر کدوم 10 تا دانشجو 20 تا دانشجو تحویل میدن. آقا تو استعداد داری، پول نداری، خرج دانشگاه پسرم با من، وقتی دکتر شدی خرج عروسیتم با من. نگاه کن چی میگه. ولی تشویق نیست نه؟ 700,000 تومان برای ساز و نغاره میدن، برای یه دست لباس میدن، اما این فکر نیست. ولی از دیشب تا امشب باید فکر در ما ایجاد بشه. خواست خدا بود که من اینجا بمونم، میخواستم برم جای دیگه، تصمیم داشتم برم اماده ده، حقیقتا یعنی تو دلم بود، ولی دیگه نتونستم. در مقابل این شور و شوق دیشب تسلیم شدم، حقیقتا واقعا تسلیم شدم. بذار اون 10 سال که بارها من از اینجا رد شدم و وعده دارم امشب و امروز جبران بکنم. کسی نمیدونه فردا چه میشه. امروز مال ماست، فردا مال ما نیست. امروز باید افتخار بکنیم، امروز باید از دستمون نره، فردا مال دیگرانه. از دیگ گذشتی هیچ از او یاد نکن، فردا که نیامدی هیچ فریاد مکن. امروز تو چه کار هستی؟
بله سروران من، بیشتر از این وقت نمیگیرم، از مقدمه رد میشم. سوالای مهم دیشب جواب داده نشده یا تو لابلای صحبت نیامده جواب میدم. یک، بسمیه تعالی. از این به بعد کسی اسمیه تعالی ننویسه. بسمیه تعالی، بلکه بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم. سوال پیش میاد، ما بسمیه تعالی می‌نویسیم شاید این برگ رو زمین بیفته. چرا رو زمین بیفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم بنویس و برگ رو نگهداری بکن. از برادر سوال میکنیم چرا اسم پسرت الکس میذاری؟ چرا اسم پسرت غیر اسلامی میذاری؟ اسم دخترت نمیدونم کیانوش و فلان میذاری؟ میگه چون که اگر اسم پسرم عبدالله گذاشتم اسم خرد میکنن، میگن عبدالو. به خاطر که اسم خدا خرد نشه من اسم اسلامی نمیذارم. نه، این دسیسه غربه. حتی میخواد ما رو از اسم اسلامی جدا کنه، بلکه بذار عبدالله و خودت و مادرش و خواهر و برادرش بهش میگی عبدالله، نگی عبدال نه، عبدالله. سوال یک، مردم از لحاظ فرهنگی بسیار فقیر و مستضعفند. خدا اون روز نیاره که از نظر جیب، ماشین، خانه، امکانات غنی، از نظر فرهنگ، فکر، تعقل، اندیشه، منطق ضعیف باشند. فقر فرهنگی یعنی مرد، هرچند که تاجر باشی، هرچند که غنی باشی. اونهایی که اینجاشون غنیه، اونها بور کردن. و قل رب زدنی علما، تنها دعایی که و تنها از کار و اوراق. صحابه تعجب کردن، امروز کار عجیب و غریب انجام داده ای رسول خدا، چرا این کار کردی؟ گفت که سلام که دادم که یک طلا یاد آمد که یک تکه طلا کوچک تو خانه من هست. بلا فاصله ترسیدم که دنیا وارد خانم شده، اگر نرم با عجله بیرونش بکنم آخرت رو از دل من و خانه من بیرون میکنم. وقتی رفتم خانه نگاش میکنم زرد قشنگ، این طرف تو دلم چشمم خیره میکنه. نخواستم. و باقیات الصالحات خیرون وللآخرة خیر لک من الاولی. چی میگی؟ زنش عایشه رضی الله عنها گفت که من میرم بیرون برمیگردم این گوسفند رو تکه تکه بکن ببخش برای همسایه و فقرا. وقتی برگشت گفت زن گوشتا چه کار کردی؟ گفت همش رفت، فقط یک دستش مونده برای خودمون. گفت زن چه داری میگی؟ همش رفت یک دستش مونده. اشتباه داره میکنی، اینطوری بگو همش مونده یک دستش رفته. اون چیزی که در راه خدا برای فقرا دادی همش مونده، اون چیزی که برای خودمون نگه داشت تو شکمون بره اون رفته از دست و چه تو چاه فاضلاب میره. اون چیزی که دادی همش مونده، اون چیزی که نگه داشتی همش رفته. این فرهنگ عزیزان من، مردم از لحاظ فرهنگی بسیار فقیر و مستضعفند. یک سوال صلوات هم بدید باشش تو. یادم آمد یه قوم و خویشی داریم با وقتی به زور ما پول ازش میگیریم برای کار خیر، روش هم به هم میکشه، عصبانی هم میشه، شما بالکل ما نیستی. بعد که پول داد تا وقتی که حالش خوبه سر حاله میگید میدونی چیه، خدا پدر و مادر شما هم بیامرزه، تا وقتی به زور پول از ما میگیری ما هم اول چه خودمون رو هم میکشیم، اما این توفیق اجباریه که نصیب ما بشه. الحمدلله که شما هستی به زور از ما بگیری و اگر خودمون خیرم نمیکردیم. حالا اینم توفیق اجباری بود. بالاخره چه گفت صلوات، ما چیز دیگه گفتیم گفت صلوات، بیم صلوات باش. سوال اینجاست، حالا که ما از نظر فرهنگی خیلی فقیریم و مستضعفیم، علاقه داریم که از نظر فرهنگی غنی باشیم؟ جواب چیه؟ همه با هم نه ضعیفه. حاضریم غنی باشیم، خودمون رو جلو بندازیم انشاءالله. شما میای اینجا، شما بیا. محمود حالت خوبه؟ الحمدلله. الله اکبر. چه گفت تو؟ نگفت خوبم، گفت الحمدلله. چند گفت؟ 3 روز قرآن هم حافظه. باباش چند روز حافظه؟ خب ببخشید قصدی نداشتم یه وقتی باباش شرمنده بکنم، ولی چه معمولا اینا جلو میفتن. خب 3 جز قرآن هم حفظه.
پس این خیلی بزرگتر از این. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کسی 2 جز قرآن حفظ بود از بزرگان علما به حسابش می آوردن. من تعبیرم درباره اینا کوچکان بزرگ آینده هستن. کوچکان بزرگ. قبوله؟ بله قبوله. ولی خوشم آمد گفت الحمدلله. میدونی فرق خوبم تا الحمدلله چیه؟ الحمدلله یعنی چه حالم خوب باشه چه حالم بد باشه الحمدلله، همه حال. این معنیشه و این فرهنگشه. تو نگاه کن، این یک الحمدلله غنی هستیم و کم کم داریم متوجه میشیم انشالله. خب بعضی از دوستان سوال کردن که ما از نظر علمی ضعیفیم توی این منطقه. من سوال کردم حالا که ضعیفیم شما میدونید که انشالله خودتون رو جلو بندازید، تصمیم داری؟ گفتم بله. حالا میخوام یه سوال بکنم، تو اگر میخوای بوی لباست خوش باشه چه کار میکنی؟ عطر میزنه. آفرین. میتونی عطر بزنی به لباست؟ بله میتونه. اگر عطر زد بوی لباسش خوش میشه میگه میتونم عطرم بزنم. خیلی خوب. اگر میخوای خوب بشی میتونی خوب بشی؟ چه کار میکنی؟ چه کار میکنی؟ خوب میشم، کارهای خوب انجام میدم. پس میشه کارهای خوب انجام داد، خوب شد. اگر میخوای عالم بشی میتونی؟ چطوری؟ درس میخونم. آفرین. درس میخونم. میتونی درس بخونی؟ بله. حالا دیدی خواستن توانستنه. اگر ما بخوایم بوی بدنمون خوش میشه. من میتونم سرمو شانه بکنم بیام مسجد، میتونم من طوری. آدم همه چی تو دست خودشه. میتونه تیپ تنگ باشه، میتونه تیپ گشاد باشه، میتونه رپ باشه مدل رپ و میتونه مدل اسلامی بزنه. دست خود انسانه. این آقای بزرگ کوچک بزرگ میگه من میتونم خوب بشم، عالم بشم، لباسمو خوشبو بکنم. خواستن توانستنه. همین که من گفتم از این به بعد یه صندوق تعاون تو خور تشکیل بدی و تو دهات و روستاهای اطراف هر کسی میخواد درس بخونه از این صندوق خرجش بشه. مسابقات حفظ قرآن بذارن، هر کسی حافظ یک جز شد مثلا اینقدر جایزه براش. حافظ کل قرآن 1 سکه بهار آزادی، ربع سکه، نصف سکه. پیشرفت بکنن. تعاون و همکاری لازمه. فردای قیامت حسرتی به من ضربه زد که هنوز فراموش نمی‌کنم، یعنی درسی به من داد. دیدم که یه نفر نشستی اینطوری مظلوم تو خیابون، گفتم این حتما خیلی وضعش خرابه. خودم به خودم گفتم، تو دلم گفتم برم پیشش به این 1000 تومن بدم. یعنی پیش خودم میخواستم قیافه بگیرم، نه 1000 تومن بهش بدم. رفتم یواشکی اینطوری دست کردم، گفتم بابا سلام بگیر. تا نگاه کرد پول پک کرد رو زمین. گفت من گدا نیستم، فقیرم نیستم. میدونی چه درسی به من داد؟ یعنی اونقدر اون 1000 تومن بی ارزش شد تو نظر من. گفتم خدایا این چه صحنه ای بود. پولی که همه نیاز دارن من با فیس و پاس میخواستم بهش بدم، اینطوری بی نیاز شد. چقدر من شرمنده شدم. خرج بکنی در راه خدا قبل از اینکه پول به فقیر بدی، فقیر تو رود بر بگردونه و پول رو دستت باد بکنه و بمیری حسرت این برگه های هزاری ببرید. تو روزنامه خوندم که یه تاجر تبریزی 500 میلیون برای مدرسه در سراسر ایران اهدا کرده بود. 500 میلیون به آموزش پرورش، نه برای تبریز و برای کل استانهای ایران. 500 میلیون تومان. گفتم خدایا چه دارم میشنوم؟ 500 میلیون تومان. ولی برای ورزشکاران میدن خوبا. هر گلی خدا میدونه. تو دبی چیزای عجیب غریب هم دیدم و شنیدم. گفتن یه نفر 500,000 تومان خرج فوتبال کرده در سال گذشته. از همین بچهای خودمون، همین منطقه ها 500,000 درهم. گفتم خدایا این دیگه چیه؟ بله اجازه است دست بگیر. اجماعاً یک صلوات. این محمود برنده شد. تو خودکارم مالشه.
سوال دوم، والدین به تقاضای فرزندان بیچون و چرا تسلیم هستند و خواسته ها را برآورد می نمایند. موتورسیکلت، ویدیو، نوار کاست، دیسکت و طلا، پول، همه چیز. خیلی عجیبه. اگر این هست خیلی خطرناک که بچه در سن و سال کودکی، نوجوانی همه خواسته های مادیش برآورده بشه. پدرها این کار نکنن که بچه های خودشون رو با دست خودشون بدبخت کردن. یه نکته دیگه بگم، وقتی کسی پدرش میمیره تو محله ما یتیم میشه، نه مردم به خاطر ترحم بکنن این بچه یتیم گناه داره 1000 تومن، اون میگه 1000 تومن، دست خود یتیم میدن ها، همین 1000 تومن اون بچه یتیم رو معتاد میکنه. بابا بچه کوچکه، این کار نکن. اصلا این ترحم نیست، این خیانته، این ظلمه، این نابودی اون بچه یتیمه. بچه‌ای که 3 سالشه به خاطر ترحم این یتیمه، کسی نداره، 1000 تومن، 1000 تومن، 2000 تومن، 3000 تومن. اگر راست میگی لباس و غذا و کاربار و امکانات در اختیارش بذار، به اندازه نیاز زندگیش بررسی بکن، به خودت بگو و خدا ای خدا از اول زندگیشون تا این که ازدواج نکردن همه خرجشون با خود من، تکفل یتیم. این ارزش داره، نه اینکه 1000 تومن 2000 تومن دست بچه یتیم میدی. خیلی عجیبه. موتورسیکلت، ویدیو، نوار کاست، دیسکت، طلا، پول، سبحان الله. بعد پدر میگه و مادر من هیچ کوتاهی در حق اولادم نکردم، هر چی خواسته بهش دادم. این کوتاهی نیست، این بزرگترین خیانت در حق پسرت و دخترته. فردای قیامت همین دختر و پسر یک قد میگیره. بعضی از علما میگن وقتی جوونی در روز قیامت خدا میخواد اونو به جهنم ببره، میگه بار خدایا درسته من قضاوت شده که به جهنم برم، اما قبل از اینکه منو به جهنم مندازی بابامو بیار جلوم، میخوام یک سوال در محضر تو ازش بکنم. باباشو میان جلوش، میگه بار خدایا از این پدرم بپرس روزی که میخواست زن بگیره چرا مادر خوبی برای من انتخاب نکرد که من از مادر خوبی به دنیا بیام و مادر با محبت و مؤمن و خدا ترسی مادر من باشه و شیر زن و مادر یک مؤمنی بنوشم و از خونش تغذیه بشم و از عطوفت و مهربانی و تربیت یک مادر مؤمن برخوردار نباشم. اگر من امروز جهنمیم و بد اخلاقم و بدکارم و جهنمیم و باید بسوزم با آتش جهنم، از پدرم بپرس چرا در جوونیش یک مادر خوب برای من انتخاب نکرد، یک دختر بی ایمان، رقاصه، بازار برو، بی بندوار، خانواده بی محتوا انتخاب کرد که مادر من باشه. یقه بابام بگیر، جواب آماده بکن. من از پدرها خواهش میکنم. بعد دنباله نوشته که بسیار مشکل آفرین است برای خودش و هم نوعانش و اجتماع، و واقعا اینطوریه. چقدر ولگرد تو کوچه هست، هر کدوم یک تفنگ بادی هم دستشون دادن، با مشکل مواجه میشی. فکر نداره همون تفنگ بادی رو به بچه مردم میکنه، تیر در میشه. آدم بوده که بچه کوچک تفنگ 5.5 داشته، چشم پسر همسایه رو کور کرده. به شوخی چه جواب میدی؟ الان 16 17 20 سالشه. وقتی میبینمش که فدای بیفرهنگی بچه همسایه و پدر همسایه شده که تفنگ خریده در سن 10 سالگی برای بچهش، موتورسیکلت خریده. شما میدونی چی کار داره میکنی؟ همه چی باید حساب شده باشه. حالا اینها رو برآورده کردی، چقدر به عقلش رسیدی؟ خیلی تعجب آوره. برای این پایی که روی خاک راه میره، دمپایی 20,000 تومن، پا با خاک تماس داره، نه دمپایی نعلین 20,000 تومن له میشه با خاک. برای این کله‌ای که اینقدر ارزش داره و عقل توشه حاضر نیست 10,000 تومن خرج بکنه. خیلی عجیب. بله 10-15 سالش که شد میفرستادش خلیج.
بیا تو مغازه کار بکن، ول بکن. درس پول به همراه نداره. همیشه به من گفتن، حتی به من 12 سال نبودم رفتم خارج که درس دینی بخونم. وقتی برگشتم اولین برخورد پسر همسایه به من گفت جلو جمع منو خورد کرد، نه؟ ولی من خوردش نکردم. بعد از این که من قدرت گرفتم، بعد از 10 سال که الان میتونم خوردش بکنم، تو بغلش گرفتم. الان قدرت دارم که خوردش بکنم. بعضی افراد از لبخندای ما سوء استفاده میکنن. علما باید 2 تا شخصیت داشته باشن. یک شخصیت مهربان برای کسانی که اهل مهربانی، دست به سینه بشی میشی خیلی درست برخورد. یه عدی وقتی دست به سینه میشی میگن فلانی از ما میترسه. نه، یه عدی باید ازت حساب ببرن. اینطوریه، باید حساب ببرن تا آدم بشن. روز اولی که آمده بودم من دشم بلند بود، همین اندازه بود. برگشت تو جمع به من گفت آی ملا 12 سال رفتی خارج، چی شدی الان ملا شدی؟ اگه میرفتی دکتر و مهندس و درس رو نمیدونم فلان میخوندی و اروپا ماه 200-300 هزار تومان درآمدت بود. من گفتم خب تو چرا نرفتی مهندس بشی که ماه 200-300 هزار تومان درآمدت باشه؟ حالا من ملا شدم. من که به تو نمیگم تو برو ملا بشو. حالا من اشتباه کردم، تو چرا نرفتی یه ملوان شدی، صیاد شدی؟ خلاص تمام شد، خفه شد. همون عزیزمون امروز تو خطه، جدی وقتی پیش سخنرانی می‌نشینه همینجور اشک از چشمای سرازیر میشه و خانوادتاً جزء جماعت این راه. همون عزیزمون حالا میدونی که ارزش تو این نیست، تو ماده نیست. خواهشم از والدین و پدرها و مادرها اینه که از نظر فکری و تربوی آدم‌های خوب، انسان‌های عالم رفت آمد بکنید. در خونه به روی انسان‌های پاک، معلم خوب، طلبه‌ها، علما، انسان‌های پاک، اهل فکر رفت آمد با اونها بکنید، نشست و برخاست با اونها بکنید تا خیر و برکت به زندگی شما بیاد. یک قصه بگم، واقعیت داره. دوستی تعریف میکرد که یه روزی میخواستم یک